در لحظه‌های حساس پیشگویی نشونده، زمانی که یراقناشوی با شتاب جنگی سرد با شدت شروع گشته است و ادامه دارد، تمام جهان را فرا گرفته است، ما باید متحد باشیم. از هر وقت دیگر زیرک باشیم، در غفلت نمانیم، فکر امنیت ملت و دولت خود را کنیم. اراده قوی در کار، ننگ و ناموس در کار. تاجیکستان وطن همه ما است. بزرگی ملت تاجیک در وحدت است، در سرجمعی ملت است.